السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی قدر، من امروز برای خود تصمیم گرفتم که در موضوع یکی از نشانه های قیامت، یعنی برآمدن آفتاب از غرب، یک چند حدیث ها و سخنان الله را پیشکش شما گردانم. ابو سریح حذیفه بن اسید میگوید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که این چه نشانه قیامت است وقتی که آفتاب از غرب میبراید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند همان شب از دیگر شبها 2 مراتبه زیادتر خواهد شد. وقتی بامداد آدمان بیدار می شوند، هر آن چیزی که انجام می دادند در دیگر روزها کارهای خود را انجام می دهد. مسلمانان نماز بامداد خود را می خواند. بعضی ها باز خواب می روند، بعضی ها منتظر برآمدن آفتاب می شوند تا که از پس کارهای خود شوند. هیچ آفتاب دیگر نمی براید. همین طور خیلی مدت می گذرد، در ساعت نگاه می کنند، نماز پیشین شده، نماز عصر شده، هیچ آفتاب نمی براید. ستاره هایی که هر روز زمین ما و شما را روشن می کردند، آسمان را زیبا می کردند، امروز در جای خود نیستند، فقط خالگی است. خلاص شب خیلی دراز می شود، آدمان را در ترس و حیرانی می ماند، ترس و وهم بالای ایشان می بیاد. هیچ دیگر آفتاب نمی براید. دیگر همه منتظر می شوند، منتظر برآمد آفتاب از شرق، اما آفتاب از غرب نگاه می کند. وقتی که می بینند که آفتاب از غرب برآمد، همه از ترس و وهم ایمان به سوی خدا میارند. اما گفتند رسول اکرم دیگر هیچ فایده نیست، چون که دروازه توبه الله دیگر محکم است. در امام ترمذی آمدگی هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند به درستی که الله در مغرب دروازه بنیاد کرد که نامش توبه، با مساحت 70 سال راه، و این دروازه محکم نخواهد شد تا به زمانی که آفتاب از مغرب براید. حدیث دیگر امام احمد، رسول خدا میگوید هجرت تمام نمی شود تا زمانی که توبه قبول شود. به درستی که توبه قبول خواهد شد تا زمانی که آفتاب از مغرب براید. خلاص این چنین حدیث ها خیلی زیاد هست. حدیث دیگر از عبدالله ابن عمرو روایت شده که پیغمبر خدا گفتند خلق پس از برآمدن آفتاب از غرب 120 روز دیگر زندگی میکند. یک حدیث دیگر از ابن مسعود روایت شده رضی الله عنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند توبه قبول می شود تا وقتی که آفتاب از غرب براید. این چنین در قرآن در سوره انعام آیه 158 خدای مهربان میفرماید آیا انتظار آن ندارند که فرشتگان نزدشان بیایند یا پروردگارت یا نشانه از نشانه های خدا بر آنها ظاهر شود
روزی که بعض نشانه های خدا آشکار شود، ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا به هنگام ایمان کار نیکی انجام نداده است، برای او سود نخواهد داشت. بگو چشم براه باشد، ما نیز چشم براهم. صدق الله العظیم.